زاور دخته فیلمبردار و عکسبردار مشهور روز 15 آگوست سال 2024 امگی 3 روز قبل از زودروز 88مش در یک صدمه نقلیاتی در راه ورزاب جان خود را از دست داد. به گفته نزدیکانش به ماشینی که زاور دخته رانندگی میکرد از قفا یک ماشین بارکش برخورده است و فیلمبردار نامدار از سرش جرات وزنین برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همسر و دختر زاور دخته که تازه از شهر مسکو برای تجلیل زادروز او آمده بودند در این صدمه جراحت‌های جسمانی برداشتند ولی زنده ماندند. نزدیکانش گفتند که زاور دخته با اهل خانواده‌اش برای استراحت به ورزاب میرفت. مراسم وداع با زاور دخته روز 16 آگوست ساعت 12 در شهر دوشنبه کوچه نصرت الله مخصوم برگزار می شود و سپس او را طبق وصیتش در آرامگاه سر آسیا در پهلوی پدرش رستم دخته به خاک می سپارند. هرچند اصل زاور دخته ایرانی است ولی او 18 آگوست سال 1936 در جمهوری داغستان روسیه به دنیا آمده است. بنا به نقل خودش سال 1937 پدر و مادرش را در داغستان به دلیل ایرانی بودنشان تحت طعنه و ملامت و حتی تعقیب قرار دادند و آنها به ایران کوچیدند. زاور دخته تا سال 1951 در ایران به سر برد و سپس به اتحاد شوروی برگشت. یک مدت در ترکمنستان و سپس در یک مکتب در دوشنبه و نهایتاً در یک اینترنت بین المللی در شهر ایوانوو روسیه تحصیل کرد. زاور دخته بعد ختم مکتب میانه به ویگیک معتبرترین دانشکده سینمای شوروی در شهر مسکو داخل شد و سال 1966 با ختم این دانشکده به تاجیکستان آمد و در تاجیک فیلم به حیث کاربردار به فعالیت ایجادی پرداخت. کار دیپلمی زاور دخته در ویگیک فیلم لولا بود که او بر اساس یک حکایت مشهور ایرانی صادق هدایت روی نوار آورد. در تاجیک فیلم دخته به حیث فیلمبردار در تهیه چندین فیلم‌های شاهکار از جمله فیلم واخوری در نزد مجید کونه، فیلم‌های آدم پوستش را عوض می‌کند، داستان رستم و سهراب از بوریس کیمیاگاروف، همچنین در تهیه 10 فیلم مستند اشتراک کرده است.